سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 29 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. او را میشناسید؟ نشر عکس یکی از متهمان برای بودن معاون رئیس اوریون بانک. سوختار در بازار قبد در مرکز ناحیه قبادیان 655 متر مربع سوخت. افسر پلیس در اکاترینبورگ به دست مهاجر آبریخت تا او طهارت کند. بدخشان را دو زمین لرزه شدید با شدت 4.5 و 5.1 بال تکان داد. در روز عید قربان ماشین BMW در سیبستان دنغره 6 خواننده مکتب را پخش کرده است. و اکنون تفصیلات خبرها. ریاست مبارزه به ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 27 ایون سال 2023 در صفحه‌هایشان در فیسبوک چند عکس و علامت‌های ظاهری مردی را نشر کردند که باور می‌رود شام 23 ایون در عبادت معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمت اللهیف فعالانه اشتراک داشت. بنا به تصویر تفتیشات این مرد قدش نچندان بلند تخمیناً 168-175 سانتی متر بوده، نمود بدنش ورزشی و در سرش کپک پوشیده، ریش رسیده و عینک داشته. ظاهراً برای اون که کسی او را نشناسد نقاب طبی استفاده میبرد. مقامات حفظ حقوق با نشر عکس‌های یکی از این آدمربایان احتمالی خاطررسان کردند که برای نفرانی که برای آشکار نمودن این جنایت به مقامات حفظ حقوق مساعدت میکنند یا خبر میدهند در مجموع $30,000 امریکایی مکافات تعیین کرده شده است. مقامات بار دیگر قول دادند که تامین امنیت مساعدت کنندگان کفالت میدهند. مقامات میگویند با مقصد برای ماندن همکاری مخفی با شهروندان در وزارت کارهای داخلی اتاق علاوه مخصوص مخفی با رقم تلفن موبیلی 992 93 992 2446 پیوست به برنامه‌های اینترنتی واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام و سراغ الکترونی سازمان داده شده است. شهروندان می توانند با باوری همکاری خود را با اتاق مخصوص الکترونی برامانند. شهروندان می توانند با رقم 992 888 5511 11 به تلفن باوری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده که به مسنجر، واتساپ، وایبر، ایمو، تلگرام پیوست است نیز زنگ بزنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک روز از این قبل با نشر یک مراجعتنامه به نفرانی که به جنایت آدمربایی نسبت شهروند اسمت اللهیف شورت عبدالغفارویچ معاون رئیس اوریون بانک دست دادند پیشنهاد کردند که اگر اختیارا شخص گروگان را آزاد نموده به مقامات حفظ حقوق حاضر شده به گناه خود اقرار شوند، مطابق مقررات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به آنها معیار سبک‌کننده تطبیق کرده می شود. این در حالی است که با گذشت اینک 5 شبانه روز از ربوده شدن شورت اسمت اللهیف مقامات تا کنون او و آنهایی را که این بانکدار شناخته را ربودند پیدا نکردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که صبح 29 ایون سال 2023 ساعت 04:50 در بازار قبد جمعیت مطلوبات واقع در کوچه اسماعیل سامانی نوع قبادیان در جنوب و غربی جمهوری سوختار به عمل آمده است. هنگام به جای حادثه حاضر شدن آتش نشانان معاین گردید که سوختار نقطه‌های سودا و خدمت رسانی در مساحت 655 متر مربع را فرا گرفت. خوف پنجشنبه آن به دیگر نقطه‌های سودا به میان آمده است. با سفربر نمودن قوه و واسطه ها سوختار در ساعت 07:05 به پورگی خاموش کرده شد. گفته می شود در اطلاع وزارت کارهای داخلی. تفصیلات دیگر این حادثه گفته نشده است. وزارت کارهای داخلی گفت سبب و ضرر حادثه سوختار در بازار ناحیه قبادیان از جانب گروه کاری معاین کرده می شود. در روزهای آخر این علاقه سومین سوختار بزرگ در تاجیکستان است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داد که نیمه شب 24 ایون سال 2023 تقریبا ساعت 00:36 در طرفخانه رستبار دیار واقع در کوچه هویدالایف نوحه سینای شهر دوشنبه به سبب رعایت نشدن قاعده‌های پیوست و نصب کابل و ناقل‌های برقی در آشپزخانه رسش کوتاه به عمل آمده. در نتیجه آن سوختار سر زد. سوختار تالار میزاجان و بالاپوش بنای طرفخانه را در مساحت 200 متر مربع فرا گرفته. خوف پنجشنبه آن
به میان آمده بود. در نتیجه سفربر نمودن قوه و وسطا سوختار ساعت 02:00 دقیقه به پررگی خاموش کرده شد. بنا به اطلاع نشر شده در این سوختار یگان نفر ضرر جسمانی ندیده است. اینچنین شب 22 میلیون سال 2023 مکتب میانه رقم 71 در نوحه شومنصور شهر دوشنبه به کام آتش رفت. در ویدیوهای نشر شده از جای حادثه دیده میشد که یک بنای 3 قبته مکتب پوره سوخته است و از بنا علنگه دود و آتش به آسمان بلند می شود. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه صبح 23 میلیون با تصدیق خبر سوختار در مکتب رقم 71 خبر داد که شب 22 میلیون سال جاری تخمینا ساعت 22:15 دقیقه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 نوحه شومنصور شهر دوشنبه سوختار به عمل آمد. بنا به اطلاع میلیسیا با مقصد پوره خاموش نمودن علنگه آتش از حساب جزو تام مقامات میلیسیا پایتخت 125 نفر، از حساب ساختارهای آتش نشانی 150 نفر، 61 عدد نقلیات آتش نشانی و 18 عدد نقلیات آبکشانی سفربر کرده شد. در نتیجه سوختار در مساحت 1500 متر مربع پوره خاموش کرده شد. سبب عامل‌ها و ضرر سوختار معاین کرده خواهد شد. روز 28 میلیون سال 2023 یک افسر ثوابجوی پلیس هنگام نوبتداری در نزد مسجد جامع در شهر اکاترینبورگ روسیه به دست مهاجری که به نمازی تیاری میکرد آب ریخت تا او طهارت کند. این لحظه رو یک مهاجر دیگر به نوار گرفته در اینترنت پهن کرد و 100 نفر به این افسر پلیس برای این کار خیرش آفرین گفتند و اظهار سپاس کردند. این کارمند پلیس نشان داد که همه انسان‌ها برادرند. در ویدیو دیده می شود که یک مرد مهاجر که در تنش لباس کاری دارد در کنار با شتاب طهارت می کند و هنگام دست و رو و پایهایش رو شستن این مهاجر افسر پلیس پرصبرانه به دست او آب می ریزد که او طهارتش رو انجام دهد و به نماز برسد. چند راهگذر با نفری که این لحظه رو به نوار می گرفت وارد صحبت می شوند و از تاجیکی صحبت کردن آنها معلوم می شود که نوار بردار تاجیک است. از کدام کشور بودن مهاجری که افسر پلیس برایش آب طهارت می ریخت دقیق نیست، ولی چندین نفر در زیر این ویدیو نوشتند که او از تاجیکستان است. روز 28 میلیون سال 2023 اکثر مسلمانان جهان عید قربان را تجلیل کردند. عید قربان در برابر عید رمضان یکی از دو عید اعظم مهمی برای مسلمانان است. متاسفانه هر سال صدها هزار نفر از شهروندان تاجیکستان که برای تأمین زندگی خانواده‌های خود به مهاجرت کاری می‌روند این عیدها را در ملک غربت دور از وطن و دور از عزیزان خود تجلیل می‌کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. صبح 29 میلیون سال 2023 در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان و ولایت بدخشان افغانستان دو زمین لرزه شدید رخ داد. بنا به اطلاع مرکزهای بین المللی زلزله نگاری، زمین لرزه اول صبح 29 میلیون ساعت 06:04 دقیقه به وقت دوشنبه در عمق 60 کیلومتر رخ داده. اقتدار این افت در مرکزش در تقریبا 86 کیلومتری خندود دهه در کنار درای 5 در نزدیکی مرز بدخشان افغانستان با بدخشان تاجیکستان طبق جدول ریختر 5.1 بال را تشکیل داد. ساعت 09:57 دقیقه زمین لرزه دوم بازم سنگین‌تر با اقتدار 5.1 بال در بدخشان تاجیکستان ثبت شده است. زمین این دفعه در عمق 128 کیلومتر لرزیده. به حساب مرکزهای بین المللی شدت زمین لرزه در مرکزش در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان در همگی 35 کیلومتری شهر خاروخ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان در حدود نوحه روشقله 5.1 بال را تشکیل داده است. در همین حال کمیته حالتهای فوق‌العاده با تکیه به خدمات ژئوفیزیکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خبر داد که مرکز زلزله اخیر در 280 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه و 22 کیلومتری جنوب و شهر خاروخ جایگیر شده بود. به حساب زلزله‌نگاران تاجیک شدت زمین لرزه در مرکز آن 4 بال، در شهر خاروخ 3 بال و در شهر دوشنبه 2 بال را تشکیل داده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت این زمین لرزه تلفات جانی و خسارات دیگر نداشت. زمین لرزه در نوحه روشقله در حالی است که روز 27 میلیون سال 2023 در نتیجه یکباره گرم شدن هوا، آبشوی با صورت پیریخو، بلندشوی آب دریای شادره و آمدن سیل در دهه مدنوید دهه برواز نوحه روشقله سیل آمد.
و به چندین خانه استقامتی اهالی، راه و پل‌ها، انشاءات اجتماعی و زمین‌های کشاورزی ضرر رساند. صبح 29 ایون با سپارش پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، کمیسیون حکومتی اوید به برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی تأسیس داده شد. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جاگیر شده، هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. صحنه 28 میلیون سال 2023 در روزی که مردم در تاجیکستان عید سعید قربان را تجلیل می کردند، روز عید برای ساکنان دهه خوشیکت نویه عینی به ماتم تبدیل شد. در روز عید در خوشیکت در کیلومتر 134 شورای دوشنبه خوجند در نتیجه ریزش سنگ ماشین یک ساکن دهه خوشیکت زیر سنگ مانده، طور در عکس میبینید تماما پچق و کارناش‌های هم گردید. متاسفانه این فاجعه قربانی جانی نیز در پی داشت. بر اثر این صدمه امان مسکوروف، یک جوان 22 ساله ساکن دهه خوشیکت هلاکت گردید. 2 نفر دیگر از ساکنان این دهه با جراحت‌های مختلف جسمانی در بیمارخانه بستری کرده شدند. تفصیلات دیگر این حادثه تا حال در دست نیست. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر به شمار می‌روند. تنها در ماه سال جاری بنا به حساب‌ها بر اثر صدمه‌ها در راه‌های جمهوری تا 40 نفر به هلاکت رسیده. از اول ماه ایون درباره در صدمه‌ها جان باختن الکی بیش از 20 نفر دیگر خبرها به دست رسیدند. یکی از خوانندگان پایگاه خبری بامداد با ارسال یک ویدیو خبر داد که روز 28 یونیو سال 2023 در روز عید قربان راننده یک ماشین تمغه BMW در حدود دهه سیبستان نویه دنقره 6 خواننده مکتب را پخش کرده است. این صدمه در روی کلان دوشنبه کلوب که از سیبستان میگذرد رخ داده است. به گفته همصحبت بامداد این 6 نفر همه خوانندگان صنف 11 بودند که در روز عید یک جایه عیدگردک میکردند. در تاجیکستان امروز همصنفان عیدگردک کردن ساکنان به حکم عنعنه در آمده است. بر اثر صدمه از این 6 خواننده مکتب دست و پای 4 نفرشان شکسته و 2 دیگر را در حالت وزنین مدوشی در بیمارستان مرکزی نویه دنقره بستری کردند. روز 29 ایون خبر آمد که این 2 نفرس خوشبختانه به هوش آمدند. تفصیلات دیگر این صدمه وزنین در سیبستان هنوز دسترس نیست. مقامات این حادثه را تا حال رسما شرح ندادند، ولی بنا به اطلاع دریافتی بامداد راننده BMW بازداشت شده است و در رابطه با این حادثه تفتیشات پیشکی ادامه دارد. روز 28 میلیون در روز عید قربان در راه‌های تاجیکستان چند صدمه دیگر نیز رخ داد. از جمله در حدود دهه خوشیکت نویه عینی در کیلومتر 134 شورای دوشنبه خوجند در نتیجه ریزش سنگ ماشین یک ساکن دهه خوشیکت زیر سنگ ماند و امان مسکوروف، یک جوان 22 ساله زاده دهه خوشیکت هلاک گردیده. 2 نفر دیگر از ساکنان این دهه با جراحت‌های مختلف جسمانی در بیمارستان بستری کرده شدند. حسنگل طلبکووا، نامزد علم فیلولوژیا دوچنت کافدرای زبان ادبی معاصر تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان روز 29 یونیو سال 2023 در پی بیماری طولانی از عالم چشم پوشید. مراسم نماز جنازه مرحوم در مسجد سر آسیای شهر دوشنبه برگزار شده است. به گفته همکارانش او چند وقت باز بیمار بود. اگر عمر وفایش میکرد ماه دکبر سال جاری حسنگل طلبکووا به سن 80 میرسید. پژوهشگاه زبان و ادبیات ریاست دانشگاه ملی، صدارت رشته زبان و ادبیات تاجیکی دانشگاه ملی و همکسبان زیادش در مرگ حسنگل طلبکووا سوگواری نوشته به نزدیکان و شاگردانش اظهار همدردی کردند. حسنگل طلبکووا سال 1978 رساله نامزدی خود را در موضوع خصوصیت‌های لکسیکی و فرازئولوژی رمان معوای دل رحیم جلیل حمایت کرده سالهای طولانی به صفت دوچنت کافدرای زبان ادبی معاصر تاجیک در دانشگاه ملی تاجیکستان به دانشجویان درس گفته است. شادروان سال 2001 برای دستاوردها در ساحه علم‌های گومانیتاری به عنوان کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان سال 1984 برای خدمت‌های بسیار ساله بی نقصان در ساحه معارف سهم ارزنده در تعلیم و تربیت نسل نو با نشان اعلاچی معارف خلقی جمهوری تاجیکستان سزاوار دانسته شده است. از او چندین کتاب از جمله کتاب لکسیک زبان ادبی تاجیک، واژه‌شناسی زبان معاصر تاجیک، اصول تحلیل لغوی و فرازئولوژی واژه‌ها، درخش معنی،
همچنین بیش از 100 مقاله علمی و دستورهای علمی و متدی و صدها شاگرد به یادگار ماند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که کارمندانش روز 28 میون سال 2023 جسد یک جوان 18 ساله غرق شده را از دریای دوشنبه بیرون آوردند. به گویی 27 میون سال 2023 به قسم نوبتداری کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر رسید که ساکنان در روز دوشنبه یک جسد را مشاهده کردند. معلوم گردید که این جوان 18 سال داشته ساکن شهر دوشنبه بوده است. وی هنگام عبور از ساحل چپ دریا به ساحل راست آن از طریق قطار بتون‌ها به دریا سرنگون شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت که گرمای شدید روزهای آخر سبب آب شدن برف و یخ در قله کوه‌ها شده که این سطح آب رودخانه‌ها را بالا برده است. رود دوشنبه که از دریای ورزاب سرچشمه میگیرد استثنا نیست. تحلیل‌ها نشان دادند که سطح و مصرف آب در رود دوشنبه 100 متر مکعب در یک ثانیه را تشکیل می‌دهد. روز 28 میون جسد این جوان پیدا و به مقامات حفظ حقوق سپرده شد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان یک بار دیگر ساکنان را آگاه می‌کند که آببازی و شناوری تنها در جای‌های ممکن است که اجازت داده شده است. جای‌هایی که نجادیندگان نوبتداری می‌کنند. به حساب کمیته حالتهای فوق‌العاده از اول سال جاری در آب‌های کشور علاقه حدود 70 نفر غرق شدند که بیش از نصف آنها تقریباً 40 نفر کودکان و نورسان تا 16 ساله می باشند. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودکان و نورسان غرق شده بودند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.